نه تنها دکتری ما، نه تنها موترداری ما، بلکه امروز کسانی را که الله متعال با اونها اولاد داده است، دختر داده است، چقدر ظلم میکنند در حق اون خواستگاری که بر خانه از اینها قدم میگذارد. 10 لک 8 لک مهر این دختر را تعیین نموده و این جوان یک عمر غلامی و بردگی کشورهای دیگر را بر دوش میکشد. خدا میداند که بر وطن خود سالم بر بگردد یا نه. خدا میداند که این جوان سالم بر بگردد یا نه. اکثریت محتاط بر میگرده، ردی مرزی بر میگرده، قرضدار بر میگرده. خلاصه این که به زندگی یک جوان بازی کردن، الله متعال چی میفرماید؟ من احیا الناس، کسی که یک نفر را زنده کند، کسی که در تلاش نجات یک نفر باشد، الله متعال ثواب جمیع این امت را برایش عنایت میکند. این را من نمیگم، این را قرآن میگه. پس اگر تو به 1000 نفر خدمت کردن نمیتونی، به یک نفر خدمت بکن. یک نفر خدمت بکن، مشکل یک نفر را به انداز توان خود حل بکن. الله متعال ثواب تمام امت را بر تو میده و مشکل تو را حل خواهد کرد. پس چون این جوانانی برمیگردن به مرزها، به کشورهای بیگانه، به مشکلات، به مشقتها، تا اینکه مهر خود را پیدا بکنند. پس بدان ای پدری که خدا به تو اولاد داده است، این ظلم را تا کی روا داری؟ سبب شدی که چنین افرادی که خرج و مصارف این امت را بر اوج خود رساندن و ازدواج را بر این امت تنگ قرار دادن و بر جوان این امت، پس بدان که در گناه اون جوان، در گناه آن دخترت و آن جوانی که بر گناه ملوث است، تو هم شریک هستی. اگر ما امروز شفقت و مهربانی خود را از هر ناحیه بر امت رسول الله انتخاب میکردیم، چقدر نازنین بود. خدای متعال وسعت رحمت خود را به من و شما عنایت میکرد. بیایید از ظالمی دست بکشیم. و دکانداری ما چنین است، دکانداری ما یک مال را میخره به 1000، قسم میخوره بر مشتری که من این را به 2000 خریدم و به 2000 خریدم. خدای متعال من و شما را نجات بدهد. من این را به 2500 خریدم، خلاصه این که آن مال را به 3000 میفروشد. نگو که من این را به 2000 خریدم، بلکه حساب و منفعت و فایده خود را حساب بکن و بگو این مال بر من این قدر تمام شده. بگو این مال بر من این قدر تمام شده است. پس حل مشکل برای خودت، مشکل را برای خود ایجاد نکن، برای خود راه حل مشکل را ایجاد بکن که الله متعال مشکلات من